یه خورده کریر. آره اومدیم کریر درست کردیم. اگه بفهمی چه کریری درست کردم پشماتون میریزه. شاید واسهتون اتفاق افتاده باشه که فوتبالیست بودید، کریرتون مثلا بستگی داشت که به انتخاب کردن تیمی که میرین توش، بستگی به پولایی که میگیرین هم داره. ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ سعید مهری رو که هافک پرسپولیس رو آوردیم توی لالیگای اسپانیا و اینجا اومدیم که یه خورده از لالیگا اسپانیا یاورش رو استاد کنیم و بدونید که چی واسهتون داریم. امیدوارم لذت کافی برید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سعید مهری در راه قهرمانی احتمالاً برید که ببینیم پارت اولشه. اگه دوست داشتید کامنت بدید. بچه حالتون چطوره؟ اومدیم با یک ویدیوی گیم پلی. امیدوارم لذت کافی ببرید. کامنت انگلیسی، سابسکرایب، زنگوله یادتون نره. واسهتون گیم پلی داریم. البته کریر زیبای سعید مهری واسهتون گذاشتم. حالا میگم چه خبره. آوردنیش تو رئال بتیس که یه خورده اونجا شکوفاشه. بریم که ببینیم. البته بریم که ببینیم چیه. بریم که گیمر رو استادش کنیم. FC 25 ببینیم چه جوریه. اوورال 80 و 3 امتیاز تورینو داره، 3 امتیاز ما داریم. البته با اورتون بازی کنیم. بعد این بازی‌های پیش‌فصل بچه‌ها، بازی‌های پیش‌فصل. من اینو تو چنل سوم و چنل اولم 100% میذارم. چنل سوم رو آرپی بلک سر بزنید و چنل اولمون هم آرپی ریاکت اسپورت اینا. نه ریاکتینگ دیگه، حالا میشه گفت دیگه گیم پلی هم جزء ریاکتینگ به حساب میاد. بریم که بازی اورتون و بتیس رو استاد کنیم. سعید مهری از الان کریرش آغاز شد. دقیقه 55 اورتون 1-0 جلوه و ما هم باید ببینیم میتونیم شکوفاش بدیم یا نه. ما اینیم آقا، ما اینیم. ما جزء اینی که شکوفا بدین هستیم. شاید باورتون سخت باشه. بچه‌ها گیم پلی زیاد داریم. شاید هیتمن برم، شاید کشتی کج برم، شاید انواع بازی‌های که گیم پلی خیلی دوست دارید واسهتون میرم. FC 25 بهترین بازی که تا به حال میشه دید و البته بگم بازی که چه عرض کنم، یالا پس 24 دارم، اونم واسهتون بکام لژندشو میرم. اول فازی کار میکنم. بتیس توپو گرفت اول کاری بتیس. بچه‌ها بازی پیش‌فصل نمرمون 6 سعید مهری از شماره 88 بازیکنی که اولین لالیگایی که به حساب نمیاد، ولی حالا بابا لاس نزن، با تو بزن دیگه. بزن. سعید مهری بود که این شوتو زد. بچه‌ها من میرم تو ترینینگ که اینو درست کنم. بچه تنظیماتو که اگه خواستی کلا بهتون میگیم چه جوریه دیگه. آره این چه جوریه. و بچه اگه چیز خواستین مثل لیگ بکام لژند اینا خواستین لطفا تو کامنت من، هم تو کانال چنل اولم هم تو چنل سومم بگید. حالا ببینیم سعید مهری چی کار میکنه. اول فضیل داره کار میکنه. سعید مهری وای دروازه‌بان بگیره. دومش هم گرفت. شت سعید مهری. من اسکینش نساختم متاسفانه. آریده شد بهم. حالا بتیس دوباره توپو گرفته. بتیس داره استاد میکنه. بتیس داره ما رو از لونش در میاره. وای باز توپو گرفته. وای دهنت سرویس. بابا بزن. دقیقه 86 تو بزن. توپو در آورد تو چارچوب. پشمام توپو در آورد تو چارچوب. بزن. بزن. شوتو بزن. لاس نزن. شوتو بزن. چرا همش توپا تو
در و دیواره. چرا توپ سعید مهری تو در و دیواره؟ دریبلی که زد احتمالا تو بتیس شکوفاشه و میتونیم چیز بکنیم و بازی هایی که داریم میبینیم. یا ابوالفضل یا خدا سان میکنه. ابوالفضل باریکلا. درسته پاس گل ندادیم ولی حداقل بازی رو مساوی کردیم. بازی رو مساوی کردیم. باشه میرم. ابوالفضل داره کار میکنه. اورتون توپو گرفته. بله بچه‌ها خاصیت این بازی اینه که بازی پیش‌فصله. هیچ چیش مهم نیست. اصلا هیچ چیش مهم نیست بازی‌های پیش‌فصل. و فقط به عنوان یه تمرین داریم کار میکنیم. میدونی چی میگم؟ تمرینه. میزنه. برو جلو سعید پاس بده. حداقل تو شوت بزنی پاس بده. حداقل اون شوت بزن. باریکلا. دومی رو دبل کرد. احتمالاً دبل کرد. نه چیکار کنی؟ این خوشحالیه برامون. رئال بتیس هست. رئال بتیس. سلطان بتیس. ایسکو هم هست فکر کنم. اون موقعی بود که ایسکو ترانسفر شده بود. دبل سعید مهری در اولین بازی بعد از ترانسفر شدن از آپولو قبرس به رئال بتیس. بله بزن. این دریبلی که زد خوب بود ولی شوتش تو چارچوب نبود. بعدیش اینه. بچه بازی دیگر خواستین لطفا کامنت لایک و سابسکرایب یادتون نره. هده میزنه. باریکلا بابا. رید تو توپ. دهنت سرویس بتیس. دقیقه 80. برو ببینم. سانتون گرفت. ابوالفضلی کار میکنه. پاسخواهی های متعدد. بزن شوت. بزن. چه سیوی کرد. با یک دست سیو کرد. باورتون نشه با یک دست سیو کرد. میگم اون که فوق‌العاده است. دقیقه 85 2-1. اصلا این چیز عجیب غریبه. بزنه دو. باریکلا. ای بابا توپ از پاش در رفت. بزن. با یک. چرا همه توپا رو دقیقا با یک دست میگیره؟ من پشمام ریخته. آخه چرا با یک دست میگیری؟ بزن گل. فکرم گل شد. میخواستم برم اونجا خوشحالی بعد گل. بزن. باریکلا. گوشه. ببین نقطه ضعف کسایی که دروازه بانن گوشه است. مثلا گوشه این چیزی گوشه خیلی مهمه بچه. بهتون پیشنهاد میکنم گوشه رو حتما هدف بگیرید. خب نمره کامل رو گرفتیم. به هر سرمربی گوش دادیم. گل زدیم. اونم هتریک کردیم. فقط پاس گل ندادیم. همینجوری داریم مثل بچه. و گل بعدی هتریک. این دیگه هتریک بود. دفعه قبلی دبل بود. این هتریک اتفاقا من 4 تا زد. رو نمیدونم باید برم در بیارم. ای بابا خطا شد. نه خطا نشد. توپو گرفت. عجب. این هم سوت پایان. 4-1 تو بازی مقدماتی. البته پیش پس میشه مقدماتی. آره. و ببینید چی شده اوضاع؟ بله مربی هم میخوره چیزمون اضافه شد. فابریزیو رومانو گفته که هیچی. آکم پیشنهاد واسه نده. این بهترین بازیکن زمین شدیم با نمره 10
این هم گفته که من خیلی خوشحالم که تماشاگرها منو تشویق میکنن و اینا، اینجور چیزایی که آره اینجایی که نوشته اینجوریه، تا اونجایی که مارکا نوشته اینجوریه، وضعیت اینجوریه. بچه ممنونم که دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب عشقای منید بکنید. سابسکرایب یادتون نره. حتما ویدیو جذاب خواستین به من بگید. ازتون خداحافظی میکنم. بهترین بازیکن این ویدیو رو میبینید و 6 امتیازی شدیم. بازی بعدیمون هم با فرایبوریه که اگه پارت بعدی شد شاید بریم. احتمالا بازی لیگ هم بازی با خیرونا شروع شه. آره دیگه بازی با خیرونا شروع شه و خیلی لذت بردم. تا ویدیو دیگه خداحافظ. چشم اوف شد.